سلامی ما را بپذیرید بینندگان برنامه گنج فرهنگ روزنامه جمهوریت در کانال یوتیوب. امروز صحبت ما با یک هنرپیشه سرسپرده، بانویی که با وجود رایج نبودن تحصیل دختران در مکتب‌های موسیقی توانستند از بین کوه‌های آسمانبوسی بدخشان زمین راه هنر را پیش گیرند. هنرپیشه خلقی تاجیکستان، پروفسور کنسرواتوریای ملی تاجیکستان به نام طلب حجت ستاروف آید بگیم سبزعلیeva هستند. شما را به برنامه خوش آمدید میگم معلمه عزیز. تشکر که درخواست ما را برای اشتراک در برنامه پذیرفتین. معلمه عزیز، خیلی که گفتیم سالهای 50 عصر گذشته تحصیل کردن دختران در مکتب‌های موسیقی رایج نبود. در آن سالهای دشوار شما چگونه تحصیل را پیش نمودید؟ من در عائله معلمان کلان شدگی بودم. به وای رسیدم. عائله من اونقدر پیشرفت بودند اینا. مادری من بسیار میخواست که خودش آواز خوشروی داشت، آواز خوان شود و لیکن اون وقت جنگ وطنی که سر شد این کار به او مهیا نشد، شرایط هم نبود. همه آرزوهای مادرم بود که در سال 60 بعد ختم مکتب میانه من به آموزشگاه موسیقی شهر دوشنبه آورد. خودشان من آوردن. خودشان یک زن که خوشروی جوان بود و بسیار تیز و بشوردادگی بودند که دیرکتری آموزشگاه شرف‌الدین سیف‌الدین بود. گفت که هر دو تا خواندن آمدیتان. مادرم گفت که نه این دختری من هیچ باور نیست. گفت این دختری شما خواهر شما ممکن باشد. حقیقتی من با آموزشگاه در آوردم. من اونجا خواندن سر کردم. 3 سالی در آموزشگاه تحصیل کردم. بعد اون یک پروفسور از کنسرواتوری شهر مسکو آمدگی بود. من گوش کرد و بعد گفت که شما رو با کنسرواتوری قبول میکنیم. من باید که کالج اون وقت آموزشگاه بود 4 سال بود. من 3 سال خوندم. من مادرم گفت که اول اینو تمام کن بعد میروی. من گفتم خیلی روم اگر که قبول نشوم گشته میبیم مسکو تماشا کرده میبیم. مادرم گفت که اگر قبول نشوی برگشته نبیا. خیلی شد که تقدیرم وای کرد و با کنسرواتوری من قبول کردن. در مدتی 6 سال در آنجا خواندم. خواندم نگویم که بسیار آسان بود برای من، چون که همش به زبان روسی میگذشت. همان که مکتبی در خارو خواندم، مکتبی تاجیکی تمام کردم، اگر چی اونقدر گندم نخواندگی بودم کم کم زبان میدانستم. خیلی آنجا بسیار کوشش کردم که از کوهستان که هستم سرخم کردنی که آموخت نیستیم. برای همین کوشش کردم که خانمو به سری بلند به تاجیکستانم برگردم. چی باعث شد که شما ایجاد نهایت دشوار هنر سراینده اپرا را پیش خود کردید؟ من هر بار میگویم که این چیز مال بیگانه هست، مال ما نیست. لیکن با مرور زمان هم خیلی شد که باید اینجا با تئاتر اپرا بالت کشاده میشد. در ارتیست‌های خلقی SSR حنیفه مبلانووا میشناختم، روتی کبیر و احمد باقلوف، اینا پیش از ما خواندگی بودن. او ستون‌های اول اینا ماندند. بگید اول دیوار اینا ساختن. و در دل این آرزو بود. وقتی که با آموزشگاه موسیقی اومدم درباره اپرا یگان حسیات هم نداشتم، چون که اون وقت نه تلویزیون بود نه این خیلی بود، فقط با رادیو گوش میکردیم و همون حسیات ممکن بود همون در دلم که نمیدانستم که این بسیار دشوار میشود. خیال کردم که این هم اونقدر دشواری نمیکشم. رفتم خواندم، لیکن به هر حال به نقصی تمام کردم. به سری بلند سال 1069 و دوشنبه آمدم و در این تئاتر من گوش کردن، من به کار قبول کردن. در مدتی قریب 50 سال در این تئاتر کار کردم. از زمان نان یافتم. به این تئاتر تشکر میگم. شما در دوره طلایی اپرای ملی فعالیت داشتید. تاثیر استادان هنر به فعالیت شما چگونه بود؟ شما میدونید من این خیلی آدمی بودم که
از هم نغزی یاد میگرفتم، هم گندی، همه می آمدم تئاتر با گوش میکنم. اگر که یک مشکلی به من میشد پیش حلیفه مولانا میرفتم، همه وقت من به یاردم میکرد. از این من خرسندم، هر وقت از این کس خرسندم. برای همین بعد اونا که رفتم به نفقه، ما جای اونها گرفتیم، جای هیچ کس گرفتن نمیتواند. که اگر روزها میگن نی زمینی مخنیت نانی پفتری مخنیت. نی زمینی ما میبینیم پفتری اینا اکنون تکرار نمیشه، نا تکرار بر تاجیکی گویم. اگر این آدم های نا تکرار بودن، این خیلی حافظا دیگر تکرار نمیشوند. نی حنیفه مولانا، نی لطفی کبیرова، نی احمد بابا حاضر گیره میکنه. اینا یاد کرده. اینا برای ما عبرت بودند. برای من با ما آسانتر بود. اینا اولین خشتا بودند، ما بعد اینا بودیم. حاضر که ما بعد ما دیگر را میبینند. در وقت شما گفتید که در وقتی طلایی بود، این طلایی بود. تئاتر ما سالهای 60 70 80 سال این در همه جا مشهور بود. ما ملکت داشتیم، ما محمد باباقلوف داشتیم، ما قربان خالوف داشتیم، ما ظفر برهانوف داشتیم. یعنی خیلی حافظات داشتیم. تئاتر ما همه جا با خودم چند دولت ها رفتگی بودم، چند شهرهای اکنون نمیگم که شهرهای ریسپوبلیکاهای اون وقت دوره شوروی هم از شهرهاش بودم. اما معرفی میکردم موسیقی تاجیکی خودمان، محلی خودمان، اپراهای خودمان نشان میدادم. اینجا به اپرای بسیار بسته‌کاران تاجیک، دمیر مقامد، شرف الدین سیف‌الدین، زیادالله شهیدی، همش اپرایش اکنون ما خواندگی. اکنون حاضرم تئاتر کم کم نو که 30 سال همگی 30 سال استقلالیت شد، اینا گل کرده ایستادن. کم کم باوری داریم که اینا به یک درجه میرسند. همین شاگردان ما. برای زن هنرمند شدن خیلی دشوار است. با وجود این شما 3 خواهر راه هنر رو پیش گرفتید. تا چه اندازه شما دستگیری هم بودید؟ مادر بزرگان ما بسیار دستگیری میکرد. وقتی که پدرم از دنیا رفتن، همه پدر و مادرم خیلی به خیالم میگم به بچه‌هاش که یک جای باشید، همه وقت یک جای باشید. من که خواهر بزرگشان کلانتر هستم، همه وقت اینا دستگیری میکردم. اینا همه غمشان خسندیشان پیش من می آمدن. چیزی که از دستم می آمد یاردم میکردم به اینا. خیلی صبرینیسا رحمتی از خردی میخواست که اکتریسه شود و بسیار میخواست. سارو با انستیتوت پداگوژی برنامه صدرالدین عینی همه امتحانات سپرد. وقتی که از شهر مسکو با انستیتوت کینماتوگرافی آمدگی بودن امان معلم او دیدند و صورت زیبا داشت، قد قامت خیلی بسیار وای کردم. مادرم وای زنگ زدند و از او پرسیدند، رازگی دادند. سارا اونقدر نخواست اکتریسه شدن. لیکن اگر من گویم که این اکتریسه بسیار با مهارت هست. خواهر منم باشه درباره صبرینیسا رحمتی نمیگم، او میخواست. این از طبیعت ارتیستکای دراماتیکیسکی تراژدی روسا میگن. اکتریسه با خواهر من تعریف نمیشود و این همه میگن اکتریسه نبود. برای همین ما با همدیگر یاردم میکردیم. من فکر ویا میرفتم، ویا اپرا کمتر می آمدن، با تو نمی آمدن. اگر که گویم این که ژانر کمتر بود، هر کس هم نمی آمد. اما اولین پریمیر با می آمدن دیگر روشن خیلی کار بود. تا جایی که میدونیم شما 10 نقش ماندگار از اثرهای کلاسیکان جهانی آفریده. بسیار آفریدم. من در قریبی 70 اپرا که خواندم همش همون نقش اساسی میخواندم. بسیار مشکل بود، بسیار محنت میکردم. اکنون چی کار گویم؟ اینا همش گذشتگی ما چی میگیم که خدا تعریف کنیم، ما خواندیم، ما بودیم. این همه
بود وقتش بود ما با دریژورها بود ما با رژیسورهای با مهارت بود از دیگر مملکت ها می آمدن حافظ وقت یک صحنه به می خواندن ممکن اگر که وای در اپرای کارمل وای خوزه می آمد از ارمنیا آمد از رومانیا می آمد من میکائیل می رفتم ما صحنه به دیچار می شدیم پگای بعد گریم یک دیگر نمیشناختیم خیلی میشد برای همین وقتی دیستیتن وقتی اگر به هر حال وقتی طلایی بود فقط یادمان به میماند و یک گفتر نستالژی میماند که ما که آدمان سویتی هستیم نستالژی خیلی برای همین حاضرم یعنی از دستمان چیکار میبید شاگردان یاد میتیم میخوایم که این نمورد همین نمورد بسیارم اگر مملکت پیش رود و مملکت روسا گفته که سویتسکه общество شود باید که اپرای تئاتر هم زنده باشد. کدام آن صحنه بیشتر به خود شما پسند؟ شما میدانید من در وقتی خواندن ما اونجا باید که در امتحان دولتی باید یک اپرا میخوندیم. بعد یک کنسرت تخلصی می داشتیم سول نمیگفتیم من اپرای تاتیانا تمام کردم همون در این تئاترم یکون برآمد من این اپرای چایکوفسکی یوگنی اونیگین بود همون نقشی تاتیانا بود اکنون میگن که یکون کودک از من نقش میدیدگی ممکن برای همین منم بسیار وای بود آخرین مرتبه من در سن 58 سالگی هیچ وقت هیچ کس نمیخواندم تاتیانا در تاشکند اسپکتاکلشون خواندم من اونجا با روزای وای بود کو ادبیات روزای فرهنگی ما لیکن اونجا با خواندنی باید که نمیخواندم و هم تو رفتیم رپتیسیشون گوش کردیم و دریژورشون گفت شما کی من گفتم خیلی من تاتیانا پنسیونرکا که خیزید یک دو تا فراز گفت پگاه اسپکتاکل شما میخوانید نمیخواد 9 سال نخواندگیم با گفت کی میخوانید خیلی برآمدم و هر حال نقص گذشت و دیگر نخواندم اینجا با دیگر نشد بعد آهسته آهسته با رولای دیگر گذاشتم با رولای مادر و با شاگردانم کم کم یاردم میکردم و کسی که نمی بود جای اونا و میبر آمدیم که باید حالی نباشد خیلی کم کم کار کرده تا حاضر رسیدیم به یک سینه که نه پدرم نه مادرم نه خواهر رو نه یک تا دادرم هم رفتن اینا این سینه نرسیدن اینا زندگی اینا شما با تقدیم کردم ممکن در فعالیت خود بودن نقشه هایی که از اجرا نگردیدن آنها افسوس میخورید؟ افسوس میخورم انا دیروز اپرای تراویاتا بود تراویاتایی که من بسیار میخواستم و خوانم من وقتی که کنسرواتوری تمام کرده اینجا آمدم دریژور من گوش کرد آریاش خواندگی بودم و پارتیش نخواندم همش نقشش چون که من هر روز می آمدم گوش میکردم فقط این پریمیر به نه آمدم دیدم که اون وقت حافظای نقص از من نقص‌تر بودن دوگانه من روز ملاجرم و آوازش روغن بر این بود خوش روی بود میخواند با یک دو سه تا دیگر بودن از من نقص‌تر بودن برای همین من گفتم که نه من دیگر ویو دارم این پارتی نخوندم بسیار افسوس میخورم ما خیلی چیکار کنیم وقت گذشت بسیار میخواستم خوانم و خودم و بسیار حس میکردم میخوندم خیلی دیگر نقشه‌ای هم بودن از او گنده تر نبودن بود میمی از اپرای بوگیما پوچینی بعد تروبادور بود لیانورا از کمپوزیتور وردی بسیار اپراهایی که همگی حساب کردم 70 تا اینقدر با حسابش من بسیار بخوندم از او حافظانی که مولانا و کبیر و اینا لیکن کچیسو چی میگویتان ممکن کچیسو اونا نقص‌تر بود و من اینقدر نیو لیکن بسیار کار میکردم محنت میکردم یگان بار وای نمیکردم که اینا نمیخوانم این نمیکنم این جیقی نمیکردم که پریمادون نبودم و یگان ناز نمیکردم خیلی چیزی که برای تئاتر در کار بود اجرا میکردیم این وقت هم خیلی بود حاضر اکنون نمیدونم من 5 سال از تئاتر رفتگی خودم با کاری و معلمی داد دیگه
برای من خیلی گاگا اینجا با میبیم بچه خودم شاگردای خودم اگر یکم رول باز کنم میبیم گوش میکنم اگر که اونها به در کار مسئولیت من مسئولیت میکنم اگر نپرسن مسئولیت نمیدم چون جوانان خودشان بسیار حساب میکنن که اینا میتوانه اینا میتوانه ما هم ممکنه میخیل بودیم. در چندین فستیوال های سطح جهانی اپرای تاجیک را معرفی نمودید. به نظر شما همچون آموزگار و متخصص ساحه وضع اپرای ملی چگونه است؟ هستند حالا هم استعدادهایی که توانند در سطح بین المللی برآمد کنند؟ اگر راست گویم اونقدر نه. کوشش میکنم چون که با تئاتر اپرا دخترها کمتر میبینن. این چیزی مشکل است. استراده که آسانتر است اونجا و میروند بسیار. برای همین بسیار کم میبینن. عموما حاضر پیشتر بسیارتر بود. حاضر کمتر میبینن. ممکن اینا جوانا دیگر مملکت ها با میروند خوانده. ممکن دیگر جای اینا با نزدیکی امین دینا تراویاتا اپرای وردی تراویاتا با یک پسرکی که در ایتالیا میخواند یونوسف فامیلیش نامش یادم بنیست سازه یونوسف دینا خواندگی بود بسیار نقص خواند بسیار نقص اینا او ممکن در کنکورس های بین المللی اشتراک کردنش ممکن چون که همه طرفه هم طرفی تیاری نقص دارد اولی ماجستراتورا به میخواند اینا اومد پسکتکنه ممکن با روت همونجا با همه این ایتالیا که میگیم که این خانه اپرا هست مملکت اپرا هست از همونجا اپرا که پیدا شد اونجا با همه نازکی ها اپرا میدانه اونجا با یکان مگزین بایم درای اپرا میخواند بایم مگزین چی این اکنون مملکت ما که این چی فلک که خون خودمان بخست و نقص قبول میکنیم شش مقام مردم شمال و نقص قبول میکنند چون که اینا میتوانند خانم مردم کوهستان اونقدر نیستند و اونجا با لالایک میخوانند این کلا به طرف کلا فلک میخوانند این اکنون خون ما بکست این حس میکنیم یا که امون رقصای ملی خودمان ممکن نمانند پدر و مادر ممکن نمیدانم اکنون آینده اپرای ملی رو چگونه می‌بینید؟ بسیار میخواستم که نمورد اپرا بسیار میخواستم که اکنون بسته‌کاران ما که یگان اپرای نغز نویسن درباره همه وقت میخواستم که درباره زنان نویسن درباره مادران یک اپرا نویسن و حاضر به خیالم اونقدر بسته‌کاران جوان نو سبزیده ایستادند و اونقدر ویا کلان نیستن اونقدر اپرای قریبی عین مساوی اپرای خسرو و شیرین نویسندگی بود بعد یک تول اپرا تول سویته دیگر هم نویسندگی بود. تشکر زیاد معلمه بازم برای اشتراک در برنامه. بیار بین بگل چمن لایلی من تو گل بچین من لایلی من بگل چمن لایلی من بیار